سلام رفقا، خیلی خوش اومد به ویدیو جدید. این ویدیو رو میخوام با کسایی حرف بزنم که دنبال یه برنامه ادیتن که سختی پریمیر رو نداشته باشه و پیچیدگی افتر افکت رو نداشته باشه. حقیقتا من هر دوتاشو کار کردم، هم پریمیر هم افتر افکت رو با هم دیگه کار کردم. دوتاشون خوبن، خب یعنی ویدیوهای خوبی واسهتون میسازه، چیزهای خوبی واسهتون میسازه، اما واقعا سختن، واقعا یادگیریشون سخته. شما هرچی بیشتر آموزش نگاه میکنی بیشتر میفهمی که آقا خیلی چیزا راجبه مثلا افتر افکت یا پریمیر نمیدونی. و چه میدونم، مثلا آقا فرض کن تو یه یوتیوبر هستی، خب که میخوای هر روز ویدیو بسازی و این هر روز ویدیو ساختن باید صبح پاشی از خواب ویدیو رو یا بگیری یا ضبط کنی، آمادش کنی، بعد بیاری ادیتش کنی و بعد این ادیت بذاری توی یوتیوب. خب من همین مشکل رو داشتم. خب بعد از پریمیر استفاده میکردم، مثلا می نشستم پای ادیت پریمیر، روزانه هم کار میکردم. یعنی یه سری چنل های بدون چهره داشتم، یه سری چنل های فیسلس داشتم. تو اون چنل ها برای اینکه بتونم روزانه هر روز این کار رو انجام بدم مجبور شدم که آقا با پریمیر کیفیت کارم رو بیارم پایین. چرا؟ خب نمیرسیدم. مثلا تو توی پریمیر بخوای 4 تا کات انجام بدی، 4 تا چه میدونم ترانزیشن انجام بدی، 4 تا افکت روش انجام بدی، 4 تا کیفیتش رو ببری بالا، خیلی ازت وقت میگیره. اصلا یه روز رو نمیشه همش رو توی یه روز انجام داد. برای همین کیفیت کارم میومد پایین و ویو خیلی کمتری میگرفتم تا با کپکات ویندوز آشنا شدم. یعنی یه برنامه کاملا انقلابی، یعنی قشنگ ویوهای بازدیدهای چنلام 10 ها برابر، 100 ها برابر شد. چرا؟ نگاه کنید احتمال زیاد با اینشات کار کرده باشید یا با کپکات همون گوشی هم کار کرده باشید. آقا فرض کنید ترکیب پریمیر، یعنی حرفه‌ای بودن پریمیر با سادگی اینشات. یعنی اینشات انقدر ساده است یه فرد 70 ساله رو بذاری پاش بگی آقا یه ادیت انجام بده، خیلی راحت انجام میده. سادگی اینشات رو داره، از اون ور حرفه‌ای بودن پریمیر رو داره. این دوتا با هم ترکیب شده کپکات ویندوز. واقعا قویه، واقعا به درد بخوره، مخصوصا واسه اونایی که آقا مثلا اینستاگرام کار میکنن هر روز باید محتوا بسازن، یوتیوب کار میکنن هر روز باید محتوا بسازن. برای همچین افرادی واقعا قشنگ میده و ادیتای خیلی قوی هم انجام میده. الان یکی از این ادیتا رو با هم دیگه ببینیم که خیلی ادیت خفنیه، خیلی هم قشنگ درست حسابی و خودم هم این ادیتو زدم. با هم دیگه نگاش کنیم. خب این ادیتی که دیدید کاملا با کپکات ویندوز ساخته شده. این همین ادیتو اولا که توی پریمیر که اصلا خیلی از اون افکتاش محاله، یعنی غیر ممکنه شما تو پریمیر همچین افکتایی رو بتونید بزنید. اون که هیچی. توی افتر افکت واسه هر کدوم از اون افکت‌ها شما باید کلی قلق و ترفند و مهارت بلد باشی تا بزنید. خب منتها توی کپکات چی؟ توی کپکات اصلا یه سری قسمت ها داره افکت های آماده، ترانزیشن های آماده، دقیق مثل این شات، خب ولی واسه ویندوز. بعد تایملاین قوی، مثلا من روی این تایملاین بالای 3 ساعت ویدیو رو کامل راحت ادیت کردم بدون اینکه کرش کنه، بدون اینکه از برنامه بپره بیرون. با اینکه سیستم زغالی هم دارم، خب یعنی یه سیستمی نیست که قوی باشه. برعکس واسه افتر افکت یا پریمیر سیستمای قوی لازم داره. نگاه کنید، اگه شما اینو دارم واسه کسایی میگم که تولید محتوا میکنن، خب یعنی کسایی که دنبال اینن که ویدیو بسازن، چه میدونم اینستاگرام فعالیت کنن، یوتیوب فعالیت کنن، آپارات فعالیت کنن، هر جایی که دلشون میخواد فعالیت کنن، ولی نه مهارت آنچنان قوی از ادیت کردن دارن، نه میخوان هزینه زیادی بابت ادیت و ادیتور رو از این جور چیزا کنن، بهترین گزینه کپکات ویندوز. کار به شدت حرفه‌ای رو در میاره در سریع ترین زمان ممکن. یادگیریش هم آسونه.
حالا میگید آقا چطوری اینو یاد بگیرم؟ خیلی راحت، خیلی راحت. ما توی آکادمی فرزاد یه دوره داریم، دوره آموزش ادیت با کپکات ویندوز. حقیقتا قیمتی هم نداره و اصلا هدفم از این دوره کسب درآمد عجیب غریبی نیست. من صرفا چنلای یوتیوب ما که بدون چهره هستن اونا رو بالا میبرم، از اونا درآمد دارم. اینو ساختم با هدف اینکه آقا خیلی اصلا نمیدونن کپکات ویندوز چیه، خیلی سر این که آقا با پریمیر با افتر افکت باید ادیت کنن اذیت میشن. واقعا کسی بگه نه آقا اصلا اذیتی نداره فلانی نداره، چرت و پرته. شما اصلا ادیت کردن با پریمیر و کپکات، ببخشید با پریمیر و افتر افکت شبیه قالی بافیه، حقیقتا شبیه قالی بافیه. نمیدونم قالی بافی کردید یا نه. دونه دونه اون نخا رو میگیرن میزنن انقدر این نخا رو میزنن تا میره بالا میشه یه قالی. خب ولی کپکات اومده میگه چی؟ میگه آقا به جای اینکه دونه دونه نخ بزنی، من مثلا 500 تا نخ آماده بهت میدم، تو فقط تنظیمش کن، یا 1000 تا نخ آماده میدم تو فقط تنظیمش کن. به این صورت هست. تو این دوره چیا یادتون میدم؟ نگاه کنید اینجا سرفصلاشو کامل آوردم. توی گوگل سرچ کنید آکادمی فرزاد یا همین آدرسی که این بالا زدم، آکادمی فرزاد داتای آر. خب آکادمی فرزاد داتای آر میتونید همونجا دوره رو پیدا کنید. کامل آشنا میشید با تک تک این ابزارا، کار با انواع اقسام ابزارهای ادیت که برش چطوری کار میکنه، چه میدونم صداگذاری ها چطوری کار میکنه، فیلترها افکت ها چطوری هستش، ترانزیشن و خروجی چطوری بزنیم، ایجاد متن با کپکات چطوریه، پروژه عملی که با هم دیگه انجام میدیم راجع به ادیت مخصوص اینستاگرام و تیک تاک، ادیت مخصوص یوتیوب و آپارات و بازار کار ادیتوری که اگه مثلا شما دوست داشتید بعد کپکات، افتر افکت، پریمیر اینا رو یاد بگیرید یه پیش زمینه بهتون بدم. ولی با اینکه سرفصل‌هاش یه مقدار شاید ترسناک باشه، خیلی چیز ساده‌ای، خیلی چیز راحتیه، خیلی چیز به قول معروف پیش پا افتاده که نمیشه گفت، ولی واقعا یه چیز ساده و حرفه‌ایه. یه کار خوب تحویلتون میده، مخصوصا برای اونایی که زمان براشون مهمه. آقا طرف یه بند خدایی بود زنگ زده بود میگفت آقا من مثلا یه دوره‌ای میخوام، خب یه فرد 40 خورده ای سالی بود، میگفت من یه مغازه دارم، بعد یه پیج اینستا هم زدم، میام جلو دوربین تولید محتوا میکنم، حرف میزنم، مثلا میگم آقا فلان محصول رو بخری، فلان جنس رو داریم، فلان رو داریم. میگفت من میرم توی پریمیر، خب میگم میرم توی پریمیر یا میخوام با گوشی ادیت کنم خیلی اذیت میشم، اصلا هر چقدر سر به سرش میذارم کمتر میفهمم، ویدیوهای خوبی واسم نمیسازه. من بهش کپکات ویندوز رو پیشنهاد دادم و الان خیلی ویوهای بالاتری میگیره، خیلی ویوهای بیشتری هم میگیره، یعنی نسبت به موقعی که با پریمیر کار میکرد مثلا یه ویدیو رو میگرفت، خب باید هفته بعد اینو ادیتش تموم میشد واسش. به نظرم که این دوره رو حتما تهیه کنید. پشتیبان آنلاین هم داره، هر سوالی داشتید خودم جواب میدم به شخصه. دوره کاملیه، قیمتش هم اصلا یه قیمت عجیب غریبی چیزی نزدم، صرفا یه قیمتی زدم که آقا واسه خودتون ارزش قائل بشید، این دوره رو کامل ببینید. مگه من میتونستم همین رو رایگان کنم؟ یعنی 249,000 تومان با رایگان هیچ فرقی نداره حقیقتا و یعنی هیچ اختلافی نداره با هم دیگه. و این دوره رو واسه این پولی کردم که آقا شما حس کنید که آقا یه پولی دادم حتما باید نگاش کنم و حتما نگاش کنید. یادش بگیرید کپکات ویندوز مثل کپکات اندروید یا اینشات نیست. قبلا هم گفتم سادگی اینشات، باحالی اینشات، اینکه سرعتی که اینشات رو داره آوردن با حرفه‌ای بودن پریمیر و افتر افکت، یعنی کارهای حرفه‌ای، کار کردن حرفه‌ای باهاش رو با هم دیگه ترکیب کردن و شده یک کپکات ویندوز و کاملا دستون بازه. من تک تک ویدیوهامو خیلی وقت اصلا با کپکات ویندوز میزنم، خیلی وقته که من اصلا پریمیر رو باز نکردم، شاید افتر افکت رو باز کرده باشم، مثلا چه میدونم یه طراحی انجام بدم، یه عکسی رو طراحی کنم، یه ویدیو کوتاهی رو طراحی کنم، ولی اصلا سراغ پریمیر دیگه نرفتم چون واقعا کپکات راحت کارم را میندازه.
امیدوارم که این ویدیو واسه مفید بوده باشه و حتما این دوره تهیه کنید.